در روایت پیشین از چگونگی شکلگیری نخستین هسته‌های حکومت ماد سخن گفتیم. از روزگاری که قبایل پراکنده فلات ایران زیر سایه سنگین قدرت آشور هنوز به وحدت نرسیده بودند. گفتیم که دیاکو بنیانگذار نظم سیاسی در میان مادها پس از شکست در برابر آشوریان همراه با خانواده‌اش به سرزمین‌های تحت سلطه آشور به سوریه کنونی تبعید شد. تبعیدی که نه پایان یک راه بلکه آغاز سرنوشت مردی بود که تاریخ او را با نام فرورتیش به یاد سپرد. از زنجیر تا تاج. فرورتیش فرزند دیاکو سالهای کودکی و نوجوانی خود را نه در دامنه‌های زاگرس بلکه در دل سرزمین‌های دشمن در قلمرو آشوریان گذراند. او در فضای سخت و نظامی آشور رشد کرد، جایی که قدرت نه با قانون بلکه با شمشیر تعریف می‌شد. منابع آشوری و یونانی هرچند با نگاه‌های متفاوت در یک نکته همداستانند، فرورتیش روحی ناآرام، سرکش و بلند پرواز داشت، روحی که با انقیاد سازگار نبود. این ناآرامی سرانجام او را به زندان‌های آشور کشاند. فرورتیش شاهزاده‌ای از قوم کوهنشین ماد تحت نظر مستقیم نگهبانان آشوری زندانی شد. روزها و شبها شاهد قدرت نمایی پادشاهان آشور بود، قدرتی که با لشکرکشی، تصرف قبایل ماد، اسارت مردمان و به خاک و خون کشیدن سرزمین‌های غرب ایران تثبیت شد. او با چشمانی باز بیرحمی ساختار یافته دولت آشور را می‌دید، نظامی که اسارت را ابزار سیاست و وحشت را زبان حکومت کرده بود. هر فریاد مادری که فرزندش از آغوشش جدا می‌شد، هر زنجیری که بر دست و پای جنگجویان مادی بسته می‌شد و هر شمشیری که بر گردن مردان زاگرس فرود می آمد، چون خنجری تازه در قلب فرورتیش فرو می رفت. نفرت در وجود او نه ناگهانی بلکه تدریجی و ریشه‌دار شکل گرفت. نفرتی که از تحقیر یک قوم و اسارت یک ملت زاده می شد. در شب‌های سرد نینوا، هنگامی که باد از دشت‌های میان رودان می‌وزید و شعله‌های مشعل بر دیوارهای سنگی زندان می‌لرزید، فرورتیش بر خاموشی دیوارها خیره می‌شد و در دل سوگند یاد می‌کرد. سوگندی که نه از سر خشم آنی بلکه از آگاهی شکل گرفته بود، پاسخ دادن به این ظلم روزی با نیروی کوبنده. اما زندان تنها جای رنج نبود، مدرسه ناخواسته نیز بود. فرورتیش با زیرکی تاکتیک‌های جنگی آشوریان را می‌آموخت. آرایش سپاه، نقش عرابه‌های جنگی، سازمان پیاده نظام سنگین و اهمیت دژها و گذرگاه‌ها را با دقت به ذهن می‌سپرد. شبها با اسیران و زندانیان دیگر گفتگو می‌کرد. از نکات ضعف آشور می‌پرسید، از قلعه‌ها، برج و باروها و راه‌های نفوذ، دانشی که بعدها سرنوشت میدان‌های نبرد را تغییر داد. هر بار که سربازان آشوری یا درباریان نینوا او را با تمسخر شاهزاده کوهنشین می‌خواندند، آتش درونش شعله برتر می‌شد. تحقیر در وجود او به عزم بدل می‌شد و عزم به نقشه انتقام. سالها بعد دولت آشور تصمیمی حساب شده گرفت. فرورتیش را تحت حمایت خود به حکمتانه همدان کنونی فرستادند و او را به عنوان پادشاه مادها منصوب کردند. منطق آشوریان روشن بود. یکی از بزرگان ماد که در دستگاه آشوریان پرورش یافته بهتر میتواند قبایل ماد را مهار کند. از نگاه آنان ماد نیز میتوانست همچون دیگر سرزمین های تابع فرمان بردار باقی بماند. اما آنچه آشور ندید زخمی بود که در جان فرورتیش نشسته بود. اکنون آزاد می شوی، نه چون اسیری رها شده بلکه چون مردی که دینی برگردن دارد و آن دین با آشور است. به سرزمین ماد حکمتانه بازگرد
در آنجا فرمان روایی کن و تو را شاه خواهند خواند. اما به یاد دار تاج از آن توست و سایه‌اش از آن آشور. ماد باید آرام بماند، راهها گشوده و خراج در وقت خویش. اگر ماد بلرزد نام تو نخستین نامی است که از سنگ خواهد زدود. برو آنچه در این سرا دیدی از یاد مبر. امید آن دارم یا به اندازه کافی آموخته باشی یا به اندازه کافی در هم شکسته باشی. در سالهای آغازین سلطنت فرورتیش آرام و محتاط گام برداشت، اما با تثبیت قدرت راه پدرش دیاکو را در پیش گرفت و اندیشه رهایی مادها از سلطه آشور را زنده کرد. این دوران همزمان شد با ورود سکاها از شمال غرب، مردمانی جنگاور که بخش‌هایی از سرزمین ماد را به اشغال خود درآوردند و معادلات سیاسی منطقه را پیچیده تر کردند. فرورتیش برای رویارویی با این تهدیدها و آماده سازی نبردی بزرگتر دست به کاری زد که او را در تاریخ متمایز می کند: وحدت قبایل. او به مناطق گوناگون رفت، با بزرگان قبایل سخن گفت و با زبان نرم و دیپلماسی دلها را به سوی یک هدف کشاند. شبها در گرد همایی‌ها کنار آتش از آرزوی سخن می گفت که تا آن زمان تحقق نیافته بود، پارچه که در برابر آشوریان خونخوار بایستند. او از سالهای اسارت در نینوا گفت، از ظلم‌هایی که دیده بود و از آینده‌ای که در آن مادها دیگر زیر سلطه بیگانه نباشند. به گواهی تاریخ فرورتیش توانست قبایل گوناگون را زیر یک پرچم گرد آورد. پیمان‌هایی که در سرمای کوههای زاگرس بسته شد به او نیروی چند برابر بخشید. فرورتیش به مرزهای ماد بسنده نکرد. به قلمرو پارس‌ها یورش برد، آنها را شکست داد و تحت سلطه خود درآورد. اقدامی که هم قدرت نظامی ماد را افزایش داد و هم پایه‌های اتحاد را گذاشت که بعدها تاریخ ایران را دگرگون کرد. با این اتحاد اندیشه حمله به آشور دیگر یک رویا نبود، برنامه بود در حال تحقق. در سال 673 پیش از میلاد فرورتیش، مردی که هم طعم اسارت را چشیده بود و هم تاج پادشاهی را، به دولت بیرحم آشور اعلان جنگ داد. او از ایالات مادای و سپاردا برای اتحاد دعوت به عمل آورد. حتی با سکاهایی که زمانی دشمن بودند پیمان بست و دولت مننا را نیز با خود همراه کرد. از این رو ارتشی بزرگ شکل گرفت، ارتشی که فرماندهی آن را فرورتیش بر عهده داشت. لشکر ماد به سوی آشور پیش رفت. دژها یکی پس از دیگری فرو ریختند.
دژ کاربینو سقوط کرد و سپس دژ کاخار یکی از مهمترین دژهای آشور به تصرف مادها درآمد. واپسین گردنهای منتهی به جلگه میان رودان نیز فتح شد و آشور جز پارسوها و زاموها بسیاری از شهرهایش را از دست داد. همه چیز برای نبردی سرنوشت ساز مهیا شده بود. اما پرسش اینجاست: آیا این اتحاد نوپا در برابر نیرنگ آشور پایدار میماند؟ آیا دانشی که فرورتیش در زندان آموخته بود برای شکست بزرگترین قدرت زمان کافی بود؟ و آیا سرنوشت او را برای پیروزی برگزیده بود یا برای قربانی شدن در راه آزادی مادها؟